أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امروز اولین درس از کتاب ریاض الصالحین را شروع میکنیم که این کتاب ریاض الصالحین یعنی باغ نیکوکاران و این کتاب مؤلفش الامام الحافظ الفقیه ابی زکریا محی الدین یحیی نووی رحمه الله می باشد. امام نووی رحمه الله مقدمه این کتابش را با چنین کلمات شروع میکند که بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام الله که رحمان و رحیم است. الحمد لله الواحد القهار، یعنی حمد و ستایش برای الله یگانه که قهار است، یعنی غالب است و مسلط است بالای همه چیز. العزیز الغفار، الله که توانا است. عزیز همچنین غالب است که کسی بالای الله جل جلاله غالب شده نمیتواند. الغفار است، بسیار آمرزنده و بخشنده است. مکور اللیل علی النهار، یعنی که پیچاننده شب بر روز است، یعنی که شب را با روز با یکدیگر می پیچاند، تغییر می دهد. این مکور اللیل علی النهار را امام نووی رحمه الله میگه در رقم 1 در زیر میگه مقتبس من قوله تعالی، یعنی گرفته شده از این آیت هست که سوره زمر آیت 5 است. یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل، یعنی که می پیچاند الله سبحانه و تعالی شب را بر روز و می پیچاند روز را بر شب، یعنی که جایهاشون تغییر می دهد. میگه که ای یدخل هذا علی هذا، یعنی می درآید این بالای ویش، یعنی که روز می شود باز بگه می آید بالای روز باز شب که شد باز روز می آید، یکدیگر در یکدیگرشان می درآید. و اصله من تکویر العمامه و هو لفها و جمعها، همین کور یکورو اصلش میگه از تکویر گرفته شدگی است. تکویر العمامه یعنی که پیچاندن سله، و هو لفها و جمعها، یعنی پیچاندن سله و جمع کردن سله را میگویند تکویر. پس امام نووی رحمه الله از این آیه سوره زمر آیت 5 این کلمه را اقتباس کرده میگیرد، میگد مکور اللیل علی النهار، یعنی پیچاننده شب بر روز هست الله جل جلاله. تذکرة لأولی القلوب والابصار، یعنی که پند باشد. به خاطر چی الله سبحانه و تعالی شب را روز میکند روز را شب میکند؟ تذکرتن، یعنی پند باشد لأولی القلوب والابصار، برای انسانهای دلدار و برای انسانهای چشمدار، برای انسانهای خردمند، اینها همه تذکره و پند باشد. و تبصرتا لذوی الالباب والاعتبار، میگوید همچنین بینایی باشد، تبصیره باشد، لذوی الالباب، برای انسانهای عاقل و خردمند، والاعتبار، و انسانهایی که اندیشمند هستند، انسانهایی که با اندیشه هستند، برای این انسانها را میگوید این یک بیناییش باشد. الذي ایقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، میگوید که الذی، یعنی همون ذاتی که همون الله که ایقظ من خلقه، بیداری بخشیدگی است، بیدار گرداندگی است بعضی از مخلوقاتش را، بعضی از بندگانش را. من اصطفاه، همون بنده ایره که الله خودش برگزیده باشد، همون بنده ایره که الله خودش اختیار کرده باشد. فزهدهم فی هذه الدار، پس الله سبحانه و تعالی پارسا گرداندگی است آنها را در همین دار، یعنی در همین دنیا. الله سبحانه و تعالی کسی را بخواهد در این دنیا
انسان با تقوا و پرهیزگار و پارسا میگرداندش. و شغلهم بمراقبته و ادامت الافکار، و مشغول گردانید الله سبحانه و تعالی همین بندگانش را به مراقبته، با مراقبت الله جل جلاله، که همیشه الله را مراقب خودشان میدانند. هر کاری که میکنن میدانند و مراقب هستند و دقت میتین، اهمیت میتین که الله این بنده را دیده ایستاده است. و ادامت الافکاری، و همچنین تداوم دهنده و بردوام گرداننده فکرها می باشد که همیشه و ادامت الافکار همیشه با فکرشان هستند. و ملازمت الاتعاظ والادکاری، و همچنین لازم گرفتگی هستند این بندگان الله سبحانه و تعالی، یا مشغولشان گردانده است الله سبحانه و تعالی این بندگان را با لازم گرفتن اتعاظ، یعنی با لازم گرفتن پند و نصیحت، و الادکار، و همچنین با لازم گرفتن ذکر کردن و همیشه تسبیحات الله را گفتن. و وفقهم للدأب فی طاعته، و الله سبحانه و تعالی موفق گرداندگی، یعنی توفیق دادگی از این بندگانش را للدأب فی طاعته، برای عادت کناندنشان در طاعت الله سبحانه و تعالی، برای کوشش کردنشان. دأب یعنی کوشش کردن و عادت کردن در طاعت الله جل جلاله، که انسان باید بسیار سعی و کوشش کند. الله سبحانه و تعالی میگه برای اینها توفیقی کوشش کردن در طاعت و عبادتش دادگی است. و تأهب لدار القراری، و همچنین الله سبحانه و تعالی آماده ساختگی است این بندگان را برای دار قرار، برای دار جاوید و همیشه، که اون به آخر رسندن نیست، یعنی برای قیامت. والحذر مما يسخطه و یوجب دار البواری، و همچنین والحذری، یعنی همچنین الله سبحانه و تعالی توفیق دادگی است برای حذر کردن، برحذر بودن، دور بودن، مما یسخطه، یعنی از آن چیزهایی که به خشم می آورد الله سبحانه و تعالی را، و یوجب دار البواری، و سزاوار می گرداند دار بوار را، یعنی داری که انسان را بیچاره می گرداند، انسان را تباه می گرداند، یعنی دوزخ. و مما یسخط و یوجب دار البوار، یعنی که انسان باید بر حذر باشد از اون چیزی که خشم الله را میارد، از اون چیزی که انسان را به دوزخ میکشاند. یعنی که دار بوار یعنی داری که انسان بیچاره میکند، داری که انسان تباه و شرمنده میکند، منظورش دوزخ است. و حذر باید کرد از این غضب الله و از دوزخ. والمحافظه على ذلك مع تغایر الاحوال والاطوار، و محافظت کردن بر این حالت، یعنی که انسان باید همیشه در همین حالت باشد، علی تغایر الاحوال والاطوار، مع تغایر الاحوال، یعنی با تغییر یافتن حالت ها و اوضاع. وقتی حالت ها و اوضاع تغییر هم که می آورد، انسان باید انمیطور مواظب باشد، انمیطور محافظت بکند، انمیطور در این راه باقی بماند. احمده ابلغ حمد و ازکاه، امام نووی رحمه الله میگوید حمد و ثنا میگویم اون الله را، ابلغ حمدین، یعنی که رساترین و پرترین حمد را، و ازکاه، و همچنین پاکیزه ترین حمد را برای اون الله پیشنهاد میکنم. و اشمله و انماه، و همچنین حمد و ستایش میگم الله سبحانه و تعالی اشمله، یعنی شامل ترین حمدها را، و انماه یعنی کامل ترین و بیشترین حمدها را به الله سبحانه و تعالی تقدیم میگردانم. و اشهد ان لا اله الا الله البر الكریم، و گواهی میدهم لا اله، این که نیست معبودی بر حق الا الله، مگر الله جل جلاله، که اون الله البرو هست، یعنی که بسیار نیکوکار است، الکریم بسیار بزرگوار است، الله بزرگ. الرؤوف الرحیم، الله سبحانه و تعالی رؤوف است، یعنی که بخشنده است، و رحیم است، الله سبحانه و تعالی بسیار مهربان می باشد. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله،
و گواهی میدهم این که محمد صلی الله علیه و سلم بنده او الله و فرستاده اون الله جل جلاله است و حبیبه و خلیله و همچنین پیغمبر صلی الله علیه وسلم حبیب اون الله جل جلاله می باشد و خلیلش یعنی دوست اون دوست بسیار خاصه الله سبحانه و تعالی می باشد. الهادی الی صراط مستقیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم الهادی است، یعنی راهنما هست، راه نشان دهنده است، الی صراط مستقیم، به راه راست، مردم را راه راست را نشان میدهد. و داعی الی دین قویم، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت کننده به دین ثابت و برحق و بر دین استوار است، مردم را بر دین ثابته که دیگر منسوخ نمی شود، بر دینی برحقی که دیگر از بین رونده نیست، مردم را به سون داعی است، دعوت میکند، فریاد میکند. صلوات الله و سلامه علیه، صلوات الله و درود و سلام الله بر آن پیغمبر باد، و علی سایر النبیین، و همچنین بر تمام پیغمبران، بر باقی مانده پیغمبران هم صلوات و درود الله باد، و آل کلین، و همچنین به خاندان و پیروان همه پیغمبران صلوات و درود باد، و سایر الصالحین، و همچنین درود و صلوات الله بر باقی مانده انسان‌های صالح، هر انسان صالحی که هست درود سلام الله بر آنها باد. اما بعد، اکنون این بود خطبه کتاب ریاض الصالحین. اکنون میگذرد در قسم گفتارش که مقصدش چی است. میگه اما بعد فقط قال الله تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی واقعا در سوره ذاریات آیت 56 و 57 گفته است که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله میگه که و خلق نکردم جن را و همچنین انسان را مگر اینکه عبادت الله را بکنند. یعنی که منظور از خلق شدن انسان و جن این عبادت الله سبحانه و تعالی است. قصد اصلی عبادت الله سبحانه و تعالی هست. الله میگه ما اريد منهم من رزق، الله میگه که من درخواست کردگی نیستم از این بندگانم یگان رزق روزیه. الله از ما و شما رزق و روزی طلب نمی کند. الله میگه و ما اريد ان یطعمون، و همچنین میگه من نمیخواهم که اینها به من طعام دهند. از شما میگه ای بندگان من طعام دادنم، طعام طلب نمی کنم، بلکه من شما را خلق کردم به خاطر مقصد اصلی که این عبادت است و شما ای انسانیت برای عبادت خلق شده هستید. اکنون امام نووی رحمه الله این آیت را آورد و بعدش میگه و هذا تصریح بانهم خلقوا للعبادتی. میگه این آیت با صراحت و وضاحت بیان میکند که انسانیت خلق شده است برای عبادت. یعنی الله سبحانه و تعالی ما را برای عبادتش خلق کرده است، نه برای آباد کردن دنیا و نه برای در این دنیا گشت و گذار کردن، نه، فقط و منظور اصلی و مقصد اصلی میگه در این آیت خوب بیان شده است که الله ما را برای عبادت خلق کرده است. فحق علیهم الاعتناء بما خلقوا له والاعراض عن حدود الدنیا بالزهادتی. میگه که فحق علیهم، پس سزاوار است بالای هر انسانیت، بالای هر انسان سزاوار و حق همین است که الاعتناء بما خلق له، یعنی توجه بکنن، اهمیت بتین سبب خلق شدنشان را. یعنی که انسان تو تصور کن که تو برای چی خلق شدی، پس تو این را اندیشه بکنو. و الاعراض عن حدود الدنیا بالزهادتی، و روی بگردان از بهره ها و لذت های دنیا با پارساگی، بالزهادت یعنی با تقوا و با پرهیزگاری و با پارسایی. تو ای انسان روی بگردان از بهره بردن و از لذت های دنیا. فإنها دار نفاد لا محل اخلاد. پس میگه ای انسان همین دنیا، فإنها پس هر آینه این دنیا دار و نفاد است، یعنی داری فانی شونده و از بین رونده هست. لا محل اخلاد،
نه جای باقی مانی و جای همیشه، جای بقای دائمی نیست این دنیا. و مرکب عبور لا منزل حبور، این دنیا مرکبی هست، وسیله جای گذرگاه هست. از شکم مادر میای به دنیا، در این دنیا یک مدت زندگی میکنی، این را عبور میکنی، این را میگذری، باز زیر خاک میروی. و مرکب عبور، این دنیا وسیله گذرگاه هست، لا منزل حبور، نه جایی شادمانی و نه جایی همیشه اقامت کردن و زندگی کردن. و مشرع انفصام لا موطن دوام، و این دنیا مشرع یعنی آغازی انفصام است، یعنی که آغازی که هر انسان باید این دنیا را عبور بکند. آغازی عبور کردنی هر انسان انا همین دنیا هست. بعد از مادرش تولد می شود این دنیا را باید عبور بکند. میگه لا موطن دوامین، نه جای ماندن و بردوام وطن قرار دادن. این دنیا جای بردوام زندگی کردن و وطن قرار دادن نیست. فلهذا كان الایقاظ من اهلها هم العباد، پس از این حساب است که میگوید فلهذا، پس به همین سبب، کان الایقاظ، پس بیداران این دنیا، من اهلها، از اهل این دنیا، هم العباد، همون بندگان عبادت کنندگان الله هستند. یعنی هر کسی را که میبینی الله را عبادت میکند، پس بدون که اون انسان بیدار بوده است. و اعقل الناس فیها هم الزهاد، و هوشیارترین و با عقل ترین این مردم این دنیا اونها زهاد هستند، پرهیزگاران و پارسایان و با تقوایان میباشند. قال الله تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی فرموده سوره یونس آیت 24. الله سبحانه و تعالی در سوره یونس آیت 24 میگوید که انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. الله سبحانه و تعالی میگه که انما مثل الحیات الدنیا، هر آینه میگه مثالی زندگی کردن در دنیا، کما این انزلناه، به مثل آب است که میگه اون را ما نازلش کردیم، من السماء، اون آب را ما از آسمان به دنیا نازل کردیم. فاختلط به نبات الارض، پس میگه رویانید برآمد با سبب اون آب رستنی های زمین. در بالای زمین شما میبینید که می سبزد و سبزجات و بگیم میوه ها و این چیزها میبرد، مما یاکل الناس، یعنی که چیزهای نباتاتی که مردم میخورند از میوگی و از این چیزها، و الانعام یا علف و این چیزهایی که حیوانات استفادهش میبرد. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها، میگه که حتی اذا اخذت الارض زخرفها، تا اینکه میگه زمین زینتش را میگیرد، و زینت، و زمین بسیار با زینت میشود. وقتی میبینی یا جا میسبزد بسیار جای دلنشین میشود، بسیار جای فسان میشود. و ظن اهلها، و گمان میکنن اهل زمین یعنی کشاورزان، اون کسانی که در زمین ها زحمت میکشن، اونها گمان میکنن که انهم قادرون علیها، اونها قادر هستند بر استفاده بردن این بگم اون سبزیجات و اون جایهایی که زحمت کشیدن، اونها قادر هستند. اتاها امرنا، الله سبحانه و تعالی میگه که میرسد در این هنگام فرمان ما، اتاها امرنا لیلا او نهارا، شبانگاه یا روزانگاه میگه فرمان ما فرو میرسد. فجعلناها حصیدا، الله سبحانه و تعالی میگه پس اون زمین خشک را با اون زیباگیش، با اون دلنشینیش حصیدش میگردونیم، یعنی خشک و درو شدهش میگردونیم اون زمین را. کأن لم تغن بالامس، گویا این که لم تغن بالامس، یعنی دیروز هیچی وجود نداشت، یعنی که دیروزش اون قدر زیب و زینت داشت، وقتی که میگه امر ما فرو میرسد گویا که یک روز پیش هیچ چیز وجود نداشت،
اون زمین به مثل همین میگردد. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. الله سبحانه و تعالی میگه که همچنین بیان میکنیم ما آیات هایمون را برای قومی که تفکر میکنن، برای انسان های فکر کننده. میگه همچنین ما آیات هامون نازل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی الله سبحانه و تعالی در اینجا صریح و بیان واضح بیان کرده ایستاده است که چطوری که بهار می شود علف می سبزد و بعد از اون تابستان که شد اونها همه قاق می شوند. انسان هم به مثل همین است. یک مدتی در این دنیا زندگی می کند، یک مدتی در بالای این دنیا هست، بعد از این انسان هم به پایان می رسد روزگارش و زندگیش. میگه والآیات فی هذا المعنى کثیرة. آیات ها در این معنی خیلی زیاد هستند. ولقد احسن القائل. میگه چقدر خوب گفته است گوینده این شعر. شاعر میگه چقدر خوب گفته است که میگوید ان لله عبادا فطنا. هر آینه میگه الله سبحانه و تعالی بندگان زیرک دارد. الله سبحانه و تعالی بنده های دارد که بسیار زیرک و بسیار هوشیار هستند. طلقوا الدنیا و خافوا الفتنه. میگه که این بندگان زیرک الله طلقوا الدنیا، دنیا را طلاق کردگی هستند، دنیا را با خودشان نکاح نکردند، دنیا را طلاق کردند و خافوا الفتنه و از فتنه ها در ترس هستند. از فتنه های دنیا میترسند، از فتنه میترسند و دنیا را طلاق کردگی هستند. اینها کی هستند؟ همون بندگان زیرک الله جل جلاله. میگن نظروا فیها فلما علموا. نگاه کردن میگه به این دنیا، پس زمانی که دیدن در این دنیا دیدن که انها لیست للحی وطنا. هر آینه این دنیا برای انسان زنده وطن و جای همیشه زندگی میکردگی نیست، جای همیشگیش نیست. دید پدرش را که از دنیا گذشت، دید پدر کلانش، دید برادر و یار و رفیق و دوست که از این دنیا رفته ایستادن. انها لیست للحی وطنا. اکنون فهمید که این دنیا جای زندگی بر دوام نمی باشد. جعلوها لجتا واتخذوا. میگه که جعلوها یعنی گردانیدن اونها این دنیا را، یا دانستن اونها این دنیا را به مثل دریای. جعلو یعنی دانستن این مردم انسانهای زیرک و هوشیار این دنیا را به مثل چی؟ لجتن یعنی به مثل دریای. و اتخذوا صالح الاعمال فیها سفنا. و گرفتن عملهای صالحشون رو در این دنیا به مثل زورق نجات دهنده، به مثل کشتی که در بالای بحر میره استفادهش میبری. عملهای صالح را میگه به مثل کشتی گرداندن، این عملهای صالح را پیش کردن. دیگر دانستن که این دنیا به مثل همون بحر است که اگر کشتی نداشته باشی غرق میشوی، اگر عمل صالح نداشته باشی هلاک میشوی. پس چی خوب گفته است شاعر. اکنون امام نووی رحمه الله میگه فاذا کان حالها ما وصفته. پس یا هنگامی که حال این دنیا طور صفت کردن، میگه اگر به این طریق باشد، یعنی حال دنیا این طور باشد، و حالنا و ما خلقنا له ما قدمته. و حال ما و آنچه که ما برای اون خلق شدگی هستیم، پیشتر میگه من گفتم یعنی حال ما چی است و ما چی میشویم و ما برای چی خلق شدگی هستیم. میگه قدمته، پیشتر من این را گفتم و بیان کردم. میگه فحق على المكلف ان يذهب بنفسه مذهب الاخيار. پس میگه واجب است برای انسان مکلف، حتمی است برای انسان عاقل ان یذهب بنفسه، با نفس خودش، با اختیار خودش، مذهب الاخیار ده برود، یعنی در راه رویش انسانهای نیکوکار برود. همون راهی ده که انسان نیکوکار رفت، این انسان با عقل میگه باید با اختیار خودش در اون راه نیکوکاران برود. و یسلک مسلک اولی النهی والابصار. و همچنین میگه پیشه کند انسان عاقل راهی اولی النهی را، یعنی انسانهای خردمند را، انسانهای خردمند راهش اختیار کند. والابصار و انسانهای آگاه را ببیند که در کدام راه بودن، پس انا همون راه را اختیار بکند. و یتأهب لما اشرتو الیه. و یتأهب یعنی که آماده سازد خودش را، آماده شود این انسان لما اشرتو الیه، با آنچه که من اشاره کردم. آنچه که میگه اشاره کردم باید انسان خودش را آماده بکند.
و یهتم بما نبهت علیه و همچنین توجه بکند، اهمیت بدهد آن چیزی را که میگه من یادآوری کردم، آن چیزی را که از حال این دنیا ما براتون گفتم میگه اون را میگه باید به اون توجه بکند و به اون اهمیت بدهد. و اسباب طریق له فی ذلک و درستترین راه برای اون انسان در این دنیا کدام راه است؟ درستترین راه برای انسان در این دنیا و ارشدو و همچنین بهترین راه واضحترین و ارشد ما یسلکه من المسالکی، یعنی که بهترین راهی که انسان اختیارش میکند از راه ها، اون کدام راه است؟ التأدب بما صح عن نبینا سید الاولین و الاخرین، یعنی آراسته بکند اون انسان خودش را. تعدب کردن یعنی آشنایی پیدا بکند انسان، یعنی خودش را در زندگی و حیاتش عملی بگرداند بما صح عن نبینا سید الاولین، یعنی که آن سخنهایی که آن حدیثایی که صح عن نبینا، یعنی به طریق درست از پیغمبرمون سید الاولین و الاخرین است، سرور اولین و آخرین محمد صلی الله علیه و سلم است و اکرم السابقین و اللاحقین، پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اکرامترین گذشتگان و با اکرامترین لاحقین یعنی آیندگان این پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پس باید راه اون را میگد، اون حدیثایی که از اون به طریق درست به ما رسیدگی است، اون را خودش را با اون آراسته بکند، خودش را با اون زینت بتید، عملهایش را موافق باید به سنت‌های صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم بکند. صلواته و سلامه علیه و علی سایر النبیین، درود و سلام الله بر وی باد و همچنین بر باقی مانده پیغمبران. و قد قال الله تعالی، میگه واقعا الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره مائده، الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیت 2 میگوید که و تعاونوا علی البر و تقوا، یعنی یکدیگر را شما کمک بکنید در نیکویی و در پرهیزگاری. ای انسانیت، شما یکدیگر را دستگیری بکنید در راه درست، در راه نیکویی، در راه پرهیز و در راه پارسایی و در راه تقوا. این بود سوره مائده آیت 2. و قد صح عن رسول الله صلی الله علیه و سلم انه قال، میگه واقعا از حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدگی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، یعنی الله سبحانه و تعالی پیشه میکند برای بندش، یعنی کمک کردن بندش را ما کان العبد فی عون اخیه، مادامی که بنده در کمک کردن برادرش، یاری کردن برادرش سعی و کوشش بکند. یعنی انسان وقتی که در سعی و کوشش یاردم کردن برادرش باشد، الله سبحانه و تعالی میگه اون انسان را چکار میکند؟ اون انسان را کمک میکند. این بود در پایان رقم 1 میگه که قطعه من حدیث مطول، یعنی که این یک قطعه از حدیث طولانی است، اخرجه مسلم، این حدیث را میگه امام مسلم و امام احمد روایت کرده است من حدیث ابی هریره رضی الله عنه. این حدیث راویش ابو هریره رضی الله عنه است که در مسلم حدیث 6853 است و امام احمد در حدیث 7427 در کتاب مسندش این حدیث رو میارد. راوی حدیث ابو هریره رضی الله عنه می باشد. و انه قال، و همچنین میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز گفتگی است که من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله، یعنی که هر کسی که راهنمایی بکند بر کار خیری، هر کسی یک انسان دیگر را در کار خیر راهنمایی بکند، فله مثل اجر فاعله، پس برای این انسان راهنما مثل اجری انجام دهنده در نامه اعمالش نوشته می شود. وقتی یک انسان راهنمایی میکنی به یک کار خیر، پس در نامه اعمال تو چی طوری که اون انسان ثواب گرفت، انا همون قدر ثواب الله سبحانه و تعالی از فضل خودش در نامه اعمال تو می نویسد، از ثواب اون انسان چیزی کم نمی شود. در رقم 2 در زیر میارد، میگوید که اخرجه مسلمون، امام مسلم این حدیث را روایت کرده است در زیر حدیث 4899 و امام احمد هم این حدیث را روایت میکند در زیر رقم 22339 از حدیث ابو مسعود انصاری رضی الله عنه می باشد. راوی حدیث ابو مسعود انصاری رضی الله عنه است.
و انه قال، و همچنین میگه باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که من دعا الی هدن، یعنی هر کسی که مردم را فرا بخواند، دعوت بکند برای حق، به سوی هدایت، به سوی اسلام، کان له من الاجر مثل اجور من تبعه، یعنی می باشد برای این انسان اجر مثل اجری که کسی که این را پیروی کرده است. یعنی کسی را که راهنمایی میکنی وقتی گپ میگیرد هدایت مییابد، چقدر اون ثواب گرفت تو هم برابر اون ثواب میگیری. میگه لا ینقص ذلک من اجورهم شیئا، از اون آدمایی که تو را پیروی کردند و گپ گرفتند و راه حق را پیروی کردند، از اجر اونها چیزی کم نمیشود، اونها پر اجرشون میگیرد. الله سبحانه و تعالی از فضل خودش برای این انسان دعوتگر، برای این انسان راهنما اجر و پاداش نصیب میگرداند و میدهد به سبب دعوتی کردگیش. در زیر رقم 3 میارد، میگه که اخرجه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر حدیث 2942 و مسلم هم این حدیث را روایت میکند در زیرش حدیث 6223 و امام احمد هم این حدیث را روایت میکند در زیر رقم 22821 از حدیث سهل ابن سعد رضی الله عنه است، یعنی که راوی این حدیث سهل ابن سعد رضی الله عنه می باشد. و انه قال لعلی رضی الله عنه، و هر آینه میگه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای حضرت علی رضی الله عنه گفتگی است که فوالله لئن یهدی الله، فوالله لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم، یعنی که میگه فوالله، پس قسم به الله ای علی، لئن یهدی الله، اگر که هدایت بکند الله سبحانه و تعالی، لئن یهدی الله، اگر که هدایت بکند الله سبحانه و تعالی بیک، یعنی به سبب تو، رجلا واحدا، یک مرد را، یک انسان را، اگر تو سبب هدایت یک انسان شوی، خیر لک من حمر النعم، یعنی بهتر است برای تو از شتران سرخموی دیده. یعنی که یک انسان را راهنمایی کردن، سبب هدایت شدنش برای انسان، یعنی که از شترهای سرخموی دیده بالاتر است. به امروز بگیریم از سمالیات و ورتالیات و نمیدونم از ماشینای بی ام و از تمام ماشینای قیمت بهایی که وجود دارد، از اونها در بهتر است که ای مسلمان تو سبب هدایت یک انسان گردی. که حضرت علی رضی الله عنه را پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اگر سبب هدایت یک شخص گردی، برای تو از شترهای سرخموی دیده بهتر است. در اون زمان شترهای سرخموی یعنی شترهای قیمتترین سواره بودن، چطوری که امروز ماشین‌های قیمت وجود دارد که کم انسان میتواند صاحب شود، پس در اون زمان شترهای سرخ به مثل ماشین‌های قیمت بهای امروزه قدر و قیمت داشتند. خب این بود حدیث. در رقم 4 میگه اخرجه البخاری، و این حدیث را امام بخاری میگه تخریجش کردگی است، آوردگی است در زیر رقم 2942 و امام مسلم هم میگه همچنین این حدیث را آوردگی هست در زیر رقم 6223 و امام احمد هم در زیر رقم 22821 از حدیث سهل ابن سعد آوردگی است. در حدیث بالاگی غلط کردیم، حدیث بالاگی اون حدیثی که من دعا الی هدى کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر 6804 و امام احمد در زیر رقم 9160 از حدیث ابو هریره می باشد، اون حدیث پیشینه. اما این حدیث آخرینه از حدیث سهل ابن سعد است و اکنون تخریج کننده میگوید و نعم بفتح النون و العین، یعنی حمر نعم گفت. حمر نعم، نعم چی است؟ میگه و هی الابل، نعم همون شتر است. میگه و هم یعدونها من افضل اموالهم، و عرب میگه همین شترها را میگه از افضل ترین مالهاشون میدونست. یضربون بها المثل فی نفاست الشیء، پس میگه مثال میزدن به همین شترهای سرخ در نفاست شیء، یعنی که با ارزش ترین چیز. وقتی یک مثال با ارزش ترین چیز زدنی که میشدن، پس مثال با شترهای انمین سرخ میزدن. و انه لیس هناک اعظم منه، زیرا اینکه میگه در اون زمان
از شترهای سرخ دریده چیزی قیمت بهاتر و بالاتر وجود نداشت. اعظم شیء بود، یعنی بزرگترین چیز در اون زمان میگه همین شترهای سرخ بود. از این حساب پیغمبر صلی الله علیه وسلم با طبق فهمیش همون زمان این مثال رو زد که اگر تو سبب هدایت یک انسان شوی، از شتران سرخ دریده برات بهتر و خوبتر و افضلتر می باشد. اکنون امام نووی رحمه الله میگوید فرأیت ان اجمع مختصرا من الاحادیث صحیحتی، پس میگه تصمیم گرفتم، تصمیم گرفتم یا مناسب دانستم ان اجمع مختصرا من الاحادیث صحیحتی، این که جمع آوری بکنم مختصر از حدیثای صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیثای کوتاه در موضوعهای گوناگون. میگه تصمیم گرفتم و مناسب دانستم که جمع کنم، جمع آوری بکنم، مشتملا علی ما یکون طریقا لصاحبه الى الاخرتی، که شامل شونده باشد، مشتمل باشد، یعنی در برگیرنده باشد علی ما یکون طریقا لصاحبه الى الاخرتی، یعنی راهنمایی بکند صاحبش را برای آخرت، یعنی آخرت انسان را روشن بگرداند. و محصلا لآدابه الباطنه و الظاهره، یعنی که و حاصل کننده و به دست آرنده آدابهای باطنی و ظاهری اون شخص باشد. یعنی که در این کتاب وقتی که ما میخونیم از تمامی مسئله صحبت شدگی است، از خیستن و خواب کردن و حاجت خانه در آمدن و خوردن و نوشیدن و از تمام چیز صحبت کردن و با یک از هر تا بگیم صحبت کردن، در تمام این مسئله ها ذکر کردن و همه مسئله ها در این کتاب امام نووی رحمه الله آورده بیان کرده است. برای میگه که و محصلا لآدابه الباطنه و الظاهره، تا اینکه حاصل کند اون انسان آدابهای درونی و بیرونیش را، آداب درونی و بیرونیت را تو انسان به دست بیاری و حاصل بکنی با فرموده هایی که در این کتاب امام نووی رحمه الله جمع آوری کرده است. جامعا للترغیب و الترهیب و سایر انواع آداب السالکین، یعنی که جامع است این کتاب، هم برای ترغیب کردن، تشویق کردن مردم که مردم باید تشویق شوند به سوی دین، و بسیار بگم برای تشویق کناندن و ترهیب، همچنین برای بیم دادن از کارهای بد، از گمان بد، از تهمت، از گمان بد در حق یک برادر، از این چیزها، از دروغ گفتن، از صفاتهای مذمومه. همچنین میگه در این کتاب هم آورده هستیم ترهیب هم هست، این از صفاتهایی که باید انسان بترسد، دور باشد. و سایر انواع آداب سالکین، و باقی مانده انواع آداب انسانهای راه یافته، راه حقیقت یافته را میگه همچنین ما در این کتاب بیان کردگی هستیم. من احادیث زهدی، یعنی که از جمله حدیثای در بالای زهد و پرهیزگاری و با تقوا را آورده میگه. و ریاضات نفوسی، همچنین ریاضات روانی را میگه ما در این کتاب آوردگی هستیم. و تهذیب الاخلاقی، و همچنین اصلاح اخلاق را در این کتاب آوردگی هستیم. و طهارات القلوب و علاجها، و پاک کردن دلها و دوای دلها چی است، اینها را میگه در این کتاب آوردگی هستیم. و صیانت الجوارح و ازالت اعوجاجها، و همچنین صیانت الجوارح، یعنی که حفظ کردن، نگاه داشتن اعضاهای بدن از گناه و معصیت. ما اعضای بدن رو چقدر نگاه کنیم در این کتاب میگه آوردگی هستیم. و ازالت اعوجاجها، و همچنین برطرف کردن کجی و سخنهای بد و کارهایی که انسان را به هلاکت میرساند. اعوجاج یعنی که هر چیزی که کج است، هر چیزی که آینده ناخوب دارد، از رفتارهای بد، اینها را میگه برطرف کردنش میگه ما همچنین در این کتاب بیان کردیم. و غیر ذالک من مقاصد العارفین، و غیر این میگه از دیگر مقصدهای اهل معرفت را میگه ما در این کتاب ذکر کردیم. و التزم فیه الا اذکر الا حدیثا صحیحا من الواضحات، میگه و التزم فیه یعنی لازم میبینم در این مورد، در همین کتاب میگه الا اذکر الا حدیثا صحیحا، ذکر نکنم مگر اینکه حدیث صحیح را که من الواضحات باشد، حدیث واضح و روشن باشد. مضافا الى الكتب الصحیحه المشهوره، یعنی نسبتشون میدیم، میگه اضافه میکنم این حدیثای میآوردگیم رو میگه به کتابهای صحیحی که مشهور هستند.
و اصدر الابواب من القرآن العزیز بآیات کریمات. و اصدر الابواب یعنی که آغاز میکنم هر یک باب را که در داخل کتاب که انشاءالله داخلش ده میبینید که باب هست، اول کتاب است، در زیر هر یک کتاب چند باب ها هست. پس میگه انمون هر یک باب رو شروع میکنم من القرآن العزیز، از قرآن عزیز شروع میکنم. اول میگه در همون موضوعی گپ میزدگیم آیات ها رو میارم، بی آیات کریمات، آیات های کریمه رو میارم. میگه و اوشح ما يحتاج الى ضبط او شرح معنى خفی بنفائس من التنبیهات. و اوشح یعنی که میپوشانم، و اوشح میپوشانم که زینت میدهم ما یحتاج الى ضبطی، آن کلمه هایی که احتیاج به ضبط دارد. ضبط یعنی که حرکت ماندن، اینجا در فتحه بمونیم کسره بمونیم، این کلمه را چطور تلفظ بکنیم، ضبط کردن این کلمه را، حرکت گذاری با طریق درست نام ها بعض کلمه ها را میگه ما زینتش میدیم، میپوشانم یعنی که حرکتش میگذارم. او شرحی معنی، یا اگر معناش دشوار فهم باشد معناش میگه شرح میتم. و معنی خفی، معناش اگر معنای خفی باشد، معنای دشوار فهم و معنایی که با ذهن انسان زود نمی آمدگی باشد، میگه او را من شرح میتم معناش. بنفائس من التنبیهاتی، و میگه بسیار نکته های زیبا قطعی بیانش بکنم، بسیار بلفظ ساده و زیبا که تا اینکه خواننده بتواند بفهمد مقصدم را. و اذا قلت فی آخر حدیث، و هر گاهی که میگه در آخر یک حدیث گفتم که متفق علیه، وقتی من گفتم که این حدیث متفق علیه هست، میگه فمعناه، پس معنای متفق میگه معناش همین است که رواه البخاری و مسلمون، پس اون حدیث را هم امام بخاری روایت کرده است و هم امام مسلم رحمه الله. اکنون میگه که و ارجو ان تم هذا الكتاب ان يكون سائقا للمعتنی به الى الخيرات. و ارجو یعنی امیدوار هستم، این تم هذا الكتاب، با اتمام برسانم، یعنی اگر به اتمام برسد این کتاب، یعنی که امیدوار هستم اگر که به اتمام به کامل و پره شود این کتاب، ان یکون سائقا، این که این کتاب سائق باشد، یک راهنمایی خوب باشد، للمعتنی به الى الخیرات، برای هر کی به این توجه کننده هست به سوی خیرات، یعنی که معتنی به باشد، یعنی که هر کسی که توجه به این کتاب داشته باشد، این کتاب راهنمایی کند اون انسان رو به خیرات، به کارهای خوب و به کارهای نیک. حاجزا له عن انواع القبائح والمهلکات، یعنی این کتاب مانع گردد برای اون انسان از تمام بدی ها و از تمام امور هلاک کننده. هر کاری که هلاک کننده هست این کتاب سبب شود که انسانی که به این کتاب من رو میارد و این کتاب من را توجه میکند، این کتاب را میخواند، اون انسان را از راههای بد میگد، کتاب من سبب شود که دور شود و مانع شود، اون انسان در راه بد نرود. و انا سائل اخا انتفع بشیء منه ان یدعو لی. الله اکبر. ببین این بزرگوار اکنون از یکایک ما و شما خوانندگان و شنوندگان چی میگوید؟ میگوید که و انا سائل، من میگوید درخواست میکنم، من طلب میکنم، اخن انتفع بشیء منه، هر برادری رو که از این کتاب من بهره برد، از این کتاب من هر برادر فایده برد، ان یدعو لی، میگه در حق من دعا بکند. هر برادری که از این کتاب ریاض الصالحین فایده برد، میگه در حق من دعا بکند. ولی والدی، و همچنین در حق پدر و مادرم هم دعا بکند. و مشایخی، همچنین در حق استادهایم، شیخ‌ها و استادهایی که من از اونها علم گرفتگی هستم، در حق اونها هم دعا بکند. و سایر احبابنا، و همچنین در حق دیگر دوستانم همچنین دعا بکند، در تمام برادرها و دوستان در حقشان دعا بکند. و المسلمین اجمعین، و همچنین هر کسی که از این کتاب استفاده میبرد در حق تمام مسلمان ها میگد امیدوار هستم، طلب میکنم که دعا بکنند. و علی الله الکریم اعتمادی، یعنی به الله کریم اطمینان کامل دارم من.
و الیه تفویضی و استنادی، و به سوی الله جل جلاله وا میگذارم، یعنی به الله جل جلاله میگذارم. تفویض یعنی که کارهایم رو همش را به الله جل جلاله میگذارم، و استنادی و تکیهگاه هم الله جل جلاله می باشد. و حسبی الله و نعم الوکیل، یعنی که بسنده است برای من الله و نعم الوکیل است الله، یعنی که بهترین کارساز این الله جل جلاله است. ولا حول ولا قوة الا بالله العزیز الحکیم. ولا حول، و نیست حول مانعه پرده از انجام دادن گناه، یعنی که فقط مانعه الله جل جلاله است که انسان را از انجام دادن گناه باز می‌دارد. ولا قوت، و همچنین نیست قوت دهنده برای انجام دادن کارهای خیر الا بالله، مگر به الله جل جلاله. یعنی یگانه کسی که مرا توفیق میدهد که انجام کاری نیک بکنم الله است. یگانه کسی که پیش راه مرا میگیرد که گناه و معصیت نکنم اینش هم الله سبحانه و تعالی هست که العزیز الحکیم است. الله عزیز است، یعنی غالب است که هیچگاه مغلوب نمی شود، و همچنین حکیم است، بسیار با حکمت است، هر یک چیز را در موضع خودش میگذارد الله سبحانه و تعالی. پس این بود مقدمه کتاب ریاض الصالحین، سخنان امام نووی رحمه الله. با همین مقدمه به اتمام رسید و باب نو شروع می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. باب الاخلاص و احضار النیة فی جمیع الاعمال والاقوال البارزة والخفیه. این باب اولین باب این کتاب را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود اولین درسمون از کتاب ریاض الصالحین و درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم. و چطوری که امام نووی رحمه الله از هر یک خواننده این کتاب طلب دعا کرد، همچنین بنده هم از هر کسی که این ثبت‌ها رو میشنود و هر کسی که از این ثبت‌ها استفاده، از این ترجمه ها و از این توضیحات به زبان تاجیکی استفاده میبرد، از هر یک شنونده التجا و خواهش و طلب آن را دارم که در حق مادرم دعا بکند و همچنین در حق پدرم و در حق استادها و در حق برادرها و یارا و دوستا و شاگردا که الله سبحانه و تعالی موفق و سربلند و ثابت قدم در راه و منهج اهل سنت و الجماعت نگاه بدارد و گذشتگان یکایکمان را الله سبحانه و تعالی بیامرزد و مخصوصا در حق فرزندانم همچنین از یکایک شنوندگان طلب دعا دارم که دعا کنند که الله سبحانه و تعالی در راه رسول الله، در منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن را براشون نصیب بگرداند و توفیق را رفیقشان بگرداند. آمین یا رب العالمین. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.